دیدین تو رستوران ها چه سوپ غلیظ و خوشمزه سرو میشه؟ تا حالا به دستور پختش فکر کردی؟ من میخوام اینجا فوت و فنش رو بهت یاد بدم. خودت یه پاس آشپز بشی و درستش کنی. قدم اول مقدار جوی مورد نظرمون رو با عصاره مرغ میپزیم. دقت کنید نباید از جوی پرک استفاده کنید چون اون غلظت مورد نظرمون رو نداره. بعد از اینکه جو کامل پخت نصفش رو جدا میکنیم و با بلندر یا گوشتکوب برقی کاملا پورش میکنیم و کنار میذاریم. حالا یه سس بشامل آماده میکنیم. کره رو ذوب میکنیم، بهش 2 تا 3 قاشق غذاخوری آرد اضافه میکنیم. تفت میدیم آرد که تغییر رنگ دار. 1 پاکت شیر رو بهش اضافه میکنیم، نمک و دوباره مجدد هم میذاریم تا موادمون یک دست بشه. موقعی که موادمون کاملا غلیظ شد حالا در مرحله آخر 1 پاکت کامل خامه بهش اضافه میکنیم و هم میذاریم تا خامه هم کاملا داخل سسمون یک دست بشه. و در آخر اون جوی پوره شده رو به سسمون اضافه میکنیم، کاملا هم میذاریم تا موادمون یک دست بشه. دقیقاً مثل ویدیو انجام بدیم. ما 4 پاکت شیر داشتیم، 1 پاکتشو من برای سس استفاده کردم. ما بقیه شیرها رو که میمونه 3 پاکت همه رو به جو اضافه میکنم. اون سس خوشمزه‌مونم به سوپ اضافه میکنم و اجازه میدم حدود 20 دقیقه بجوشه و اینجوری غلیظ بشه. به این سوپ خیلی خیلی کم هویج اضافه میکنن. من برای قابلمه به این بزرگی فقط 1 دونه هویج زدم. اگر هویجتون زیاد باشه هم رنگ سوپتون خراب میشه، همین که سوپ شیرین میشه کاملا. باز مجدد در قابلمه رو نیمه میذاریم و اجازه میدیم 1 ساعت با شعله بسیار کم سوپمون بجوشه. وقتی اینجوری قلهای ریز ریز زد یعنی که سوپمون آماده است. نوش جان. نکته های مهم رو تو کپشن برات نوشتم. اگر سوالی داری حتما برام کامنت کن، خوشحال میشم و بهت جواب میدم. من ویرگو هستم. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با من بودی. حتما این پست رو سیو کن و یادت نره بر دوستات بفرستی. امیدوارم درست کنین و حسابی لذتشو ببری. نوش جان.